خانم آقایان، همه هفته در واقع یک دو ساعت زودتر در یه همچین روزی شما شاهد گفتگو من با بسیاری در تاکشو هستید و در تاکشو این هفته آقای مهرداد آسمانی مهمان برنامه هستم. تاکشو هم از شبکه جهانی خانوادگی و پربیننده امید ایران به منازل و مرهای کار شما میاد. خب جناب مهرداد آسمانی، من سوالای متعددی دارم ولی با توجه به وقتی که دارم خدا رو شکر که وقت داره تموم میشه. والا به حال عرض کنم حضورتون، من واقعا نمیتونم بگم که 2 سال یا 2 سال و 3 ماه، یعنی یه چیزی بالاتر از 2 سال بود. شما یه گفتگوی با مجله جوانان داشتید و در اون گفتگو با این مجله جوانان عرض کنم حضورتون، شما یک مطلبی رو در خصوص کنسرت سرکار خانم گوگوش و جناب آقای داریوش مطرح کردید که چطور شد این از زبان شما مطرح شد در ارتباط با این کنسرت، در حالی که خود خانم گوگوش میتوانستن مطرح کنن یا خود آقای داریوش میتوانستن مطرح. من در اون زمان فکر کردم که این کار درسته. همکاری ادامه داشت. بله، من فکر میکردم این کار درسته، یعنی میشد که راجع به این مسئله حرف بزنم. بله. با هم توی تیم همکاری میکردیم. پس میتونستم، چون راجع به خیلی موارد بود که خب من حرف میزدم. بله. خب در این مورد هم به خودم پیش خودم فکر کردم که کار خوبیه که انجام بشه. اهداف بزرگی هم داشتیم. بله. ولی دیگه چرا این مربوط به 2 سال پیشه، چرا نشد؟ من از اون ماجرات جدا شدم و خبر ندارم. یعنی یه موافقت‌های ضمنی شده بوده اینجوری که شما میگین؟ حتما شده بوده که با هم حرف زدیم و اینکه من هم هر اون چیزی که فکر میکردم صحیحه گفتم. حتی بذارین یه مقدار توضیح بدم کوچولو. میگم دوست ندارم راجع به آقای مهرداد، من یه لحظه خدمتتون یه موردی رو بگم. ببینید بخشی از زندگی هنری مهرداد آسمانی شما نمیتونید چشم بزنید. بله بذارید من اینو یادم میره آقای سپهر. من اهداف بزرگی هم داشتیم، یعنی اینطور بود که پای دلال وسط نباشه، خود هنرمندا بیان این کار رو انجام بدن. از قرار بود هر کی پول خودشو بگیره، قرار نبود کسی مجانی این کارو بکنه و قرار بود از درآمدش یه ساختمانی خریداری بشه برای هنرمندان خارج از کشور. خب این پیشنهاد من بود و انجام هم نشد. من از اون کار جدا شدم، من از این داستان جدا شدم و نمیدونم چرا انجام نشده. یعنی هیچ توضیح دیگه ای نمیتونم بدم واقعا. برای اینکه نمیدونم، باید از خودشون بپرسید. حتما. خب اصولا شما نظرتون راجع به خانه هنرمندان الان مهرداد آسمانی در این مقطع چیه؟ خیلی کار درستیه. به نظرم میرسه که پس چرا این تنها راه نجات جامعه هنری در غربت خانه هنرمندان. شک نکن اتحادشونه. شک نکن. یعنی این اتحاد میتونه در ارتباط با بسیاری از مسائل کارساز باشه. شک نکن. الان آقای آسمانی به هر حال یک سقفی ایجاد کرده آقای مرتضی برجسته. چرا کمکش نمی کنید شما هنرمندان؟ چرا این مؤسسه رو به یک دید یک خانه هنرمند، یک گام اولی بهش چرا نگاه نمی عزیز دلم باید همه دوستان به یک جایی برسن که بخوان این کار رو انجام بدن. الان 30 ساله حتما به اونجا نرسیدن. حتما نرسیدن.
یعنی فقط من نظر خودم میدم آیه آسمانی اصلا هم واقعا قصدم نیست، حالا بستگی داره که شما بخواید جواب بدین یا نه، یعنی جایی برسید که فرد بفهمید دیگر هنرمندان از کشورهای دیگه بیان اون موقع بدونن که موقعیت در یک شرایطی هستش که باید یه حرکتی بکنن. هنرمندان چی مطلب؟ هنرمندانی که از خارج از امریکا بیان، یعنی هنرمندان از داخل کشور. ممکنه اون موقع هستش فرق ایران با آمریکا همینه دیگه. اینجا آزاده، هر کی میتونه بیاد کنسرت بذاره. اینجا مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا من نفهمیدم. به غیر از اونم عیبی نداره بیان کنسرت بذارن. این اشکال این نیست. نه اشکال این نیست. اشکال این نیست. به چه موقعیتی بعد هنرمندا برسن که یک سقفی مثلا نمیدونم واقعا باید به یه جایی برسن که همه فکر کنن که وقتشه. حتما به اونجا نرسید. هنوز نرسیدم. خیلی ممنونم. اگر اون شرایطی پس اون موقع هم که شما مطرح کرده بودن اون زمان هم نرسیده بودن. نه آخه اون اصلا قرار بود پایه‌گذاری ساختمان خریداری بشه به اسم هنرمندان خارج از کشور. این قرار بود یه خونه خریداری بشه، مال شخص نبود. بله. که بگن این مال حسن آقاست، مال آقای کامبیزه. بله. این قرار بود یک خانه خریداری بشه برای به اسم خانه هنرمندان مقیم خارج از کشور. به اسم هیچ کس هم نبود. هر کی هم از راه هم میرسید 30 سال دیگه هم مال هنرمندایی بود که اگر خدا نکنه که همجوری اینجا بمونیم، ولی خب بر پایه همین کنسرت ها اصلا موضوع بله قرار بود که هزینه اون از اون پول این ساختمون خریداری بشه. فیور هم کسی به کسی نمی‌کرد، هر کی پولشو میگه. یعنی می‌خوایم بگی که مهداد جان در بین جامعه هنری ما اختلاف بین شما خیلی زیاده که نمی‌ذاره این انسجام. اختلاف بذارید من به شما بگم اختلاف نیست. همدیگر رو دوست دارن. ولی اتفاق نظر نداریم. این فرق میکنه که اینکه اصلا بعدمون بیاد. نه من خیلی از دوستان همکارم دوستشون دارم، باشون بیرون میرم غذا میخورم، ولی اتفاق نظر نداریم. حرف اونه باید به یک جایی برسیم که این کار انجام بشه و تنها راه نجات هم همینه. من گفتم زنگ ها به صدا خواهد. آقای عثمانی وقت برنامه پایان داره میرسه. من از شما یک پرسشی رو دارم که واقعا ایمیل های من اینجا هست، فیسبوک منم هست، همه عزیزان اگر بخوان میتونم پسوردم رو حتی بدم که نگاه کنن. پرسش خیلی زیاد، تلفن هایی هم من داشتم در این زمینه که در خصوص رابطه همکاری شما با به قول آقای شمایزاده، به قول خیلی اسطوره موزیک کشورمون سرکار خانم گوگوش، که با یک حرکت قشنگی آغاز شد این همکاری و در یک مقطعی هم این همکاری ادامه نیافت. آیا شما میتونم خواهش بکنم دلیلش رو در این رابطه اگر موردی هست مطرح بکنید؟